هدف بنده در حکومت قبلی هم و در این شرایط هم امی بوده که فیلمبردارا و عکاسای شهر کابل یک بنیاد یا یک سقف داشته باشن که ما بتونیم مشکلات خود، غمهای خود، خوشیهای خود در بین گروه خود، در بین خود حل بکنیم که الحمدلله امروزی زمینه مساعد شده و به همکاری شما عزیزا، همکاری شما دوستا ایجاد شده. تا امروز هر فیلمبردار و هر عکاس شاهد از این هستند که ریاست گروه همبستگی، معاونیت گروه همبستگی، کمیته هایی که ایجاد شده هیچ وقت تقاضای پولی یا تقاضای به اصطلاح نامشروع هیچ زمان از هیچ فردی گروه نداشتن و نخواهد داشتن. فقط هدف ما خانواده ایجاد کردن است که الحمدلله خانواده خود ایجاد کردیم و دوستایی که به عناوین مختلف از ما آزردگی و شکررنجی دارن از طریق این ویدیو برشان اطلاع میرسانم که ما آغوش ما هر زمان برشان باز است. ما هیچ وقت کدام کینه و کدورت هیچ نداشتیم و نداریم و نخواهد داشتیم. هر همکار و هر دوست ما عزیز ما هستند. این گروه خودشان هستند، اتحادیه خودشان هستند. فقط ما یک راهنما بودیم، فقط ما خواستیم یک پیشقدمی بکنیم و این بنیاد بگذاریم تا برای نسل‌های آینده ما جای افتخار باشه و برای ما به نام نیک یاد شیم. و از همه عزیزای خود این خواهشی را دارم که هر زمان در هر جای در هر مکان میتونن همبستگی ایجاد بکنن و بیاین که ما و شما یک دست و یک صدا باشیم تا نسل‌های بعدی ما که بعد از ما در این عرصه پای میمونن با این مسلک میان حداقل یک نام نیکو داشته باشیم. و در اخیر برای همه تان جانجوری و سلامتی از بارگاه خداوند آرزو دارم. اتحاد ما در همبستگی ما است و این نعمت که خداوند برای ما و شما نصیب کرده نباید ما و شما نادیده بگیریم. ما شاید امروز یا فردای نباشیم، اما جای خوشی امی است که با کمک شما عزیزان و با کمک شما قدردانایی که قدردانی کردن به خواسته های ما افتخار میکنیم یک بنیاد خوب داشته باشیم. دیگه موفقیت و جانجوری برای همه تان از بارگاه خداوند میخوایم سربلند و سرفراز باشه. سلام و عرض ادب خدمت تمام اعضای گروه. خدا کنه صحت سلامت باشین. ما هم به نوبه خود منیس یک تن از اعضای گروه و معاون گروه 3 سالگی گروه همبستگی را به تک تک شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. خداوند اتفاق اتحاد ما شما را از این بیشتر بگرداند تا سالهای متمادی از این روز تجلیل کنیم. دوستان نازنین، طور که رئیس صاحب وای جان افشار فرمودن 3 سال از گروه میشه، ما هم حرفشان تایید میکنم و این شما خودتان شاهد بودین که نخست گروه همبستگی به اسم اتحادیه فیلمبرداران و عکاسان شهر کابل ایجاد شده بود در سال 1400. یعنی شاهدی این حرف ما فیسبوک یا برگه گروه همبستگی فیلمبرداران و عکاسان شهر کابل میتونه باشه. تک تک تان خواهش میکنم دوستان نازنین که در این راه ما را تنها نگذاشتین، نزی به بعد هم نگذارین. مشکلات بالای همگی می باشه، بالای همگی است. یک جا بودن ما شما، اتفاق ما شما گروه همبستگی را میتونه به قله های بالا برسانه. دوستانی که در این گروه با ما هستن و یا نیستن از اونا خواهش میکنیم بیاین زیر یک سقف امی گروه همبستگی فیلمبرداران و عکاسان شهر کابل از این بیشتر به قله های بالا برسانیم. نسل های بعدی میتونه از ما شما یاد کنه و ما شما افتخارانه یک الگوی خوب می باشیم به نسل های بعدی خود.